سلام دوستان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم با 3 تا اشتباه توی رژیم که باعث که کندی کاهش وزنتون میشه صحبت کنم. خیلی وقتا خیلیا فکر میکنن که با گرفتن رژیم فقط باید وزن کم کنن، ولی در واقعیت بعضی وقتا خود رژیم اشتباهه. اولین اشتباه کم کردن کالری بیش از حده که وقتی شما کم غذا میخورید متابولیسم بدنتون پایین میاد و بدن وارد حالت دفاعی میشه و چربی رو ذخیره میکنه. و دومین اشتباهتون بی‌توجهی به پروتئین. بدن بدون پروتئین کافی عضله از دست میده و حتی اگه اون موقع عدد روی ترازو بیاد پایین شما دارید عضله از دست میدید، نه چربی. و سومین اشتباه بزرگی که نباید نادیده بگیرید نداشتن خواب کافی و استراحت کافی توی شب. وقتی که شما خوب نمیخوابید و استراحت کافی ندارید توی شب، هورمون کورتیزولتون بالا میره و باعث افزایش چربی توی شکمتون میشه. یادتون باشه دوستان، کاهش وزن سالم یعنی یک تغذیه سالم، تمرین هدفدار و خواب کافی و استراحت کافی. یادتون باشه که فقط عدد روی ترازو مهم نیست، خوش فرم بودن بدن و سالم بودن مهمه. آرزوی موفقیت میکنم براتون. امیدوارم که این کلیپ به دردتون خورده باشه و تونسته باشم که کمکی کرده باشم بهتون.